صد حیف که امروز دشمنان ملت ما توانستند ما را با اصطلاحی همجوار از هم جدا سازند. آی کوران تاریخ، آی کوران تاریخ، ما را همجوار گفتن کم است. ما هم زبانیم، هم تباریم، هم کناریم، در زمین هم گهواره‌ایم، در آسمان هم ستاره‌ایم. همان خراسانی بزرگ که بزرگان دیگر بزرگی ما را دیدن نتوانستند و ما را خورد کردند، بیخبر از آن که آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. ملت تاجیک در طول تاریخ بارها توانست خود را از چنگال اجل برهاند و این روز هم باید از درگاه تاریخ برای خود عمری دوباره بستاند.